سلام، خوش اومدین به کانال یوتیوب آشپزی من و دوستم. دوستان امروز بخوام یه خورشتی به نام خورشت آلوبه بهتون یاد بدم که این خورش یه جور دستورالعمل خودمه و خیلی توی انواع خورشتا باب نیستش. خوبی این خورش اینه که میشه به صورت خوراک هم استفاده کرد و حتی رژیمی هم استفاده کرد، یعنی کالریش خیلی بالا نیست که بشه که مثلا حالا بگیم که رژیمی نیستش، بدون برنج و نون هم استفاده شه رژیمی میشه بهش اطلاق کرد. حالا مواد لازمش چیه؟ روغن به میزان لازم، رب، ادویه، حالا مثلا من نمک و زردچوبه و فلفل سیاه استفاده میکنم. شما حالا هر جوری که یه دارچین یا آویشن چیزی که دوست داری میتونید بریزید، ولی من از این 3 ادویه استفاده میکنم. پیاز نگینی شده برای پیازداغ یه دونه بسته کافیه. البته اول بگم که این مواد لازمی رو که براتون بیان میکنیم برای غذای 2 نفره. آلو میتونه انواع مختلف آلو رو توی این خورش استفاده کنیم. مثلا من 2 نوع آلو استفاده کردم، شما هم میتونید از 1 نوع، 2 نوع، 3 نوع، هر جور که اگه شیرین مزه شیرین دوست دارین، آلوهاتون بیشتر انتخابیاتون شیرین باشه. اگه ترش دوست دارین و من چون ملس دوست داشتم از هر 2 نوع آلو استفاده کردم. البته از آلو خورشتی هم به تنهایی میشه استفاده کرد. یه دونه به کوچیک اینطوری قطعات کوچیک ما اینو قطعه کردیم و مرغ. من برای به ازای هر نفر یه تیکه کوچیک هم مرغ در نظر گرفتم. خب بریم برای اینکه این خورشتمون رو درست کنیم. اول یه ریزه روغن میریزیم. خیلی نمیخواد روغنش حالا چیز باشه. روغن که یه خورده داغ شد ما بهش پیاز رو اضافه میکنیم. من روغن جوری به تمام سطح قابلمه گرفته بشه. خب پیاز رو میریزیم توش. من یه نکته رو درباره خورشتا باید بگم که اینکه پیاز تو هر خورشتی استفاده شه، هرچی بیشتر استفاده بشه خوشمزه، یعنی به خوشمزگیش بیشتر کمک میکنه. کلا پیاز داغ یه عنصر تو آشپزی که باعث خوش طعم شدن مواد غذاییمون میشه و همچنین اگر بخواین که مثلا حالا بوشم تو خورشتتون بپیچه یا تو آشتون بپیچه، یه کوچولوشو نگه دارین آخر سر بریزین. ولی خب این خورش نیاز نداره که ما پیاز داغشو نگه داریم. خب حالا میبینین خیلی سرخ نشده، فقط پیاز یه خورده که سبک بشه، یه خورده که تو روغن تفت بخوره، همین کافیه. خیلی نمیخوان برای خورشتاتون پیاز داغ مثلا درست کنی، همین که یه تفتی بخوره، پیاز به قول حالا مثلا معروف سبک بشه کافیه. ما اول زردچوبه رو میریزیم. زردچوبه باید یه تابی بخوره که رنگ باز بکنه و رب بمونه. رب من به حدود 2 قاشق استفاده کردم. خب این هم که خب بعد از اینکه حالا رب بمونم یه تفتی خورد و رنگشو باز کرد، ما مرغامون رو میریزیم و اجازه میدیم که مرغامونم حدود 10 دقیقه با همین مواد غذایی چیز شه، بپزه. یعنی درشو میذاریم حدود 10 دقیقه و بعد از اینکه یه خورده یعنی آب انداخت، بعد ما آب خورشت رو بهش اضافه میکنیم. پس 10 دقیقه اجازه میدیم این خودش بپزه. خب بعد از 10 دقیقه میبینین که هم رب داره قلقل میکنه، همین که یک کوچولو آب انداخته. بعد از اینکه این کار انجام شد، شما به اندازه 1 لیتر آب داخل این مرغ میریزید. حالا ما کمتر از 1 لیتر ریختیم و
با شعله متوسط رو به بالا میذاریم. این هم متوسط خوبه، همین میذاریم حدود نیم ساعت بپزه. خب میبینین که این مرغمون داره میپزه و مرغمون به حالت نیمه پخته در اومده. توی این حالت ما بهش اضافه میکنیم و آلو برای هر نفر 4 تا بس دیگه، از هر چیزی. ولی من چون پر آلو دوست دارم یه خود آلوشو بیشتر ریختم. اینم میریزین، نمکش و یک کوچولو هم فلفل اگر دوست داشته باشین و درشو میذارین تا 1 ساعت این خورشت آماده با همین قول بپزه تا 1 ساعت این خورشت آماده است. خب دوستان، این خورشت آلوبه ما در عرض 1 ساعت و نیم آماده شد و حالا کاش اینجا بودیم و میدونستید همشو بچشیم، چون این پخت مرغ با آلوبه یه مزه رویایی میده. و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشیم. ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا غذای دیگه. امید دیدار و خدا نگهدار.